دیگه بگو. هر یک خواندگیم چند سومی طلب میکرده بدستم؟ 10,000. در گیجا گفتنی گفه؟ در مالای رسلیان. در کدام مسجد؟ این همون مسجد کلون مالای رسلیان که مسجد جمعه خونی. کی گفت همین گفه؟ یک برادر بود، همون برادر همین گپ زد. انا اون برادر خدا جین بزنه و مثلا باید دروغگوییش باید تحمت باشه. یکمش کی والله که ما بس گپ زده که به ما گپ زنم، بس گپ زده که به گپ زنم، بیا که گپ زده ما گپ زنم که دقیقه ایستو. یکمش کی با والله که اگه کس بل طلب که اگه نیستم. یک دیمش که هذا بهتان عظیم، یه تحمت در رقم دو. سیم که هر انسانی که گمانی بد میکنه با الله میسپارمش. سیمش چهارمش گفت که نزد ما بسیار بیمارا میاین، حتی عجیبه که خدمه برون بعضیش پل میتم یاردم میکنم به قدر استطاعت. این مردم ما را خدا گفت که با توفیق بده چی گپایی که نمیگن. کسی که میگه بگوش بره دیده بچه‌شم که من طلب میکنم. یکمش که کدام تاجی گو همت داره که 10,000 میبره میته برای خوندن. همین تو باشی 10,000 میتی برای خوندن، 30,000 ده خوندن من میگفت بودم دسته بر خوندنم. همین تو مثال تاجیکی بیا که همین تو تاجیکی همین پیش من بیامد را بگم 10,000 میتی میتیم. همین کار تو میکنی؟ که خود سوال جواب بده اول. کدام کارا آخه ناستم پیش ما بیای مطلب بگم که 10,000 میته مطلب میخوانم. یکمش که هر انسانی که به خاطر پول کمال میکنه ولی الله عزت نمیته، الله را شرف نمیته، الله را خار میکنه. یک دیم که ما در گیجا طلب کردگیم. اگر ما طلب میکردیم مردم علاکه وجه میلیونر شده بودیم قطعی مردم گپ نمیزدیم. فهمیدی که 10,000 من باوری کامل دارم. اکی صلاح انا همون انسانی که مثال همین گپا را گفتگم نمراش من دبته من نمیره چنه من همون انسان رو پیش تو میبرم. تمام بیارش پیش شما میبرم. من همون انسان رو بگی حاضر بیارش، حاضر بگی بیارش هم چند قدر از خود میشوه همه پلش هم میتونه دکه با دبالاش گفتی با پل میتون با بیام قرآنایی که گفتی که شرایط نداره که قرآن بگیری ما در قریب زیاده 10,000 زیاد قرآن خیر که اگه مجبه که خدم پل دادگیم خدم مینت نشوه. مثال با بازم یک قرآن مثال مردم ما که بدبختی و چی میکنن همون انسان هر یک انسان میگه اهل اسلام و دوست میدارم. ما برادر همین گپ آیات همین گپ آیات نبرو که صلاح که میگه همین باغ میدروی دو درخت سیب همون درخت سیب شیرین و تروش تو هیچ وقت شیرین نمیخوری سیب تروش نمیخوری سیب شیرین سنگسار میکنی که هم خسته سیب شیرین بسیار لب میخوره درخت سیب چون که قانون نه مقصدتان چیه که جوان مقصدتان چی بود الله نیابان تو باشه قرآن باشه مرحمت قرآن چطور میکنیم بیا ببری قرآن در کار باشه. انا او برادری که مثال تحمد میکنه انا برادر بگی بیار و پیش موره مثلا مقصد ما همین است که در حق مردم مسلمان دعا کن برادر خداوند. آخه ما قهرمان کنده ایستیم که اگه دعا نمیکنیم چیزی که دست اونو میزه که ایستیم که با کسل زدگی مرو هم کسلیو ایخه مردم نومیندار و ناشکرگزارن. یا چکا خدمت دار بکشیم که مردم تو اینکه ببینن که اون اصلا دل در عقد مردم چه دار کشید شب روز در خدمت مردمیم با چکا کنده اکد اکا جان مقصد که دایم مسوحه اگر که نو باشه تولد شگیم دایم مسوحه در امی زندگیم میدونه همه طلب علم الحمدلله الله نیابانت باشه. فی امان الله خداوند برکتت بده. خدا حافظ. همه آدم اینه که همه آدمی که گفتگی که 10,000 من میگیرم دسته خب بارخوندگیم 30,000 میگیرن همه آدم بگی بیا خب من وعده
سلامتی و انشالله رحمان کم ترک سلامتی و خوب شو من حتما میبرم برادر. تاکسی ده بگی سوارشم تاکسی پولش میتونم چانس میگه میشه از خود اپلات میکنم میگه بیارش. میبرم. تمام. همین بگه انتظارم. خب. ما میدونیم چند کیلومتر دور. آخه تاکسی اپلات شد میکنه پلتونا تاکسی میبیارتونه شما پیاده نیاین کو. تاکسی اپلات شد میکنه. ما انشالله رحمان شما منتظر شوه ما حتما میبرم وعده میدم. نام همون آدم چیه؟ هم نامش که همون انسانی که هم گپا گفتگی های نام همون انسان عبدالرحمن های. عبدالرحمن؟ بله. چند ساله های؟ والله العظیم می 37 ساله های. خب نام خود چیه که؟ نام من یوسف. خب تمام گپ نیست های بگم عبدالرحمن همین روز بگی بیا که تاکسی رو همش اپلات شد میکنه من همین بگه انتظار تیم. خب انشالله رحمان حضرت همین بگه انتظار تیم بگه هم برادر بگی بیا بیا انشالله رحمان همون برادر بیا انشالله رحمان میارم. نام را شبیه من برادر رازی والله العالم ندارم اکد دو شباشم بجان و دل. چخیل برادر تا نام راش نداری؟ اکای برادر من نیست و برادر من همچون برادر مسلمان ما او را قبول انسانی که عرق خور شراب خور زنا خور ما او را برادر حساب نمیکنم. ای الله نیابان باشه که جان مقصد که بگیرش بیا بگه این اجدت دارم. خب پناه خدا. خب نکی من قسم میگم اکای سالا که میگه والله الاعلم چی معنی داره والله الاعلم؟ والله العالم قسم به همون پروردگاره که ما را آفریده. یک جان نه سواد داری خدا نگهبان باشه نه علم الله نگهبان باشه. خدا دانا است والله اعلم الله میدونه این معنی داره. بردی در چون جا رساندیش طلب علم که بهتره. والله اعلم ای الله دانا است الله میدونه این معنی داره. قسم به عزت جلال و کبریاش او قسم نیست های او لا قسم الا فی ثلاث نیست قسم اگر که سیت والله بیلات الله او دیگه های. این مثال پیش خطان هر سفر دومو نکنین. خب والله نیاباند باشه طلب علم کنین همه چیز بهتر ای که گب یاری و گب خبر رسانی و دیگه یک فعل منافقی های. وقتی که انسان حداقل پشت ما بسیار آدمو گپ میزنن وقتی خبرکشی ایجا به اوجا میبری اوجا اسم میاری این فعل زنکی حکمش دیم فعل منافقی های. فهمیدی که الله نگهبان باشه جمله منافقان نباشین. قرآن در کارتون باشه بیا بگیره برای همینجا ما به خاطر الله میتیم قرآن توفه. خدا نگهبانتون باشه پناهتون به خداست. طلب علم کنین اکا طلب علم کنین علم بو آموزین